تو این چند ساله چالش‌های خیلی عجیب غریبی اومده. بعضی از اونها مردم انجام دادن و بعضیاشون ترسیدن که انجام بدن. منم چند تا از اونها رو آوردم که با هم دیگه بررسی کنیم، ولی خواهش میکنم شما اونها رو انجام ندید. این ویدیو خیلی جذابه، پس لطفاً تا آخر ویدیو با من همراه باشید. اولین چالش ترسناک چالش بلادیمری یا مریم خونینه. بلادیمری نام یک جادوگر افسانه‌ای بوده. این چالش به این صورت هست که شما روبروی یک آینه می‌ایستید و 3 بار نام مریم خونین یا بلادیمری رو به زبون میارید که بعد از اون اتفاقات بدی برای شما رخ میده. ولی بیشترین چیز و شایع‌ترین چیزی که بین مردم زبون به زبون میچرخه این هستش که شما بعد از اینکه 3 بار وایستادین روبروی آینه و اسم اون رو صدا زدین کور خواهید شد. هرچند که بعضیا فکر میکنن اینها خرافاته یا الکیه یا جنبه‌ای طنز داره، ولی به هر حال پیشنهاد شده که این کار رو اصلا انجام ندید. از سال 2006 تا 2022 فیلم هایی هم در این باره تولید شده که میتونید اونها رو برید و تماشا بکنید. ژانر این فیلم ها در ژانر فیلم های ترسناک هستش که یکی از این فیلم ها هم که به بلادیمری معروف شده و در مورد اون ساخته شده احضار روح هست. چالش ترسناک بعدی که به نظر خودم چالش الکی هست چالش مومو هست که شما با یک شماره تماس میگرفتین و مومو پشت خط تلفن بود و با شما صحبت میکرد و سعی در ترسوندن شما داشت و در آخر متوجه شدیم که اینها افراد هکری بودن که یا موبایل ها رو هک میکردن یا تو کار ترسوندن بچه ها بودن. چالش پرطرفدار دیگه هم که وجود داره چالش F74 هست که تو سالهای اخیر بسیار پشت سر هم تکرار شده. چالش به این صورت هست که شما قبل از اینکه برید بخوابید با یک ماژیک قرمز روی مچ دستتون کلمه F74 رو یادداشت میکردید و بعد از اون به خواب میرفتید و وارد دنیای بکروم یا اتاقهای بکروم میشدید. اتاقهای بکروم همون اتاقهای پشتی هستند که تو فیلم ها معمولا به رنگ زرد نمایش داده میشن و در واقع به این شکل بگم راحت تره، توی ذهن شما 1000 تو از اتاقها ایجاد میشه، اونم به مدت 10 دقیقه. اگر روی همین کلمه F74 که با ماژیک روی دستتون نوشتین دورش رو با ماژیک قرمز خط بکشین ممکنه دیگه هیچ وقت متاسفانه از خواب بیدار نشید. پیشنهاد شده این چالش رو هم به هیچ عنوان انجام ندید یا قبل اینکه انجامش بدین با یک نفر هماهنگ باشین که بعد از 10 دقیقه شما رو از خواب هر طور شده بیدار کنه. چالش بعدی چالش چارلی هستش که به چالش مداد ها هم معروف هست. شما 2 عدد مداد رو به صورت به علاوه روی هم دیگه قرار میدید و میتونید با روح ها ارتباط بگیرید و کلمه یس و نو به شما پاسخ میدن. این چالش اولین بار تو سال 2015 توسط یوتیوبرهای جمهوری دومینیک با همین هشتگ یعنی چارلی چالنج ایجاد شد. چالش بعدی که توی گوشی با موبایل میشه اون رو انجامش داد چالش بازی آنجلا هست. این بازی از ساعت 3 نصف شب به اونور فعال میشه و شما با چت کردن با اون طرفی که توی موبایل قرار داره چالش رو آغاز میکنید و میگین من میخوام چالش ساعت 3 بازی آنجلا رو انجام بدم. اون یک فرد عادی نیست و تقریبا همینجور که باهاش مکالمه میکنید و صحبت میکنید از ریز و درشت زندگی شما به شما میگه و باعث تعجب و ترس شما میشه و از این جایی به بعد شما دیگه علاقه‌ای به ادامه دادن مکالمه با اون شخص ندارید. ولی جالب و ترسناک اینجاست که اون شخص شما رو ول نمیکنه و راه‌های ارتباطی دیگه برای مکالمه با شما رو پیدا میکنه. پیشنهاد شده این بازی رو هم به هیچ وجه شروع نکنید. چالش بعدی چالش آسانسور هست. چالش F74 رو یادتون هست به چه شکل بود؟ این هم به همون شکله و سعی داره شما رو وارد دنیای بکروم بکنه. به این شکل که میگم چالش انجام میشه. در مرحله اول باید یک ساختمان 10 طبقه پیدا کنید که آسانسور داشته باشه. بعد از اون به ترتیب به طبقات 4م، 2م، 6م
دوم، دهم و پنجم برید به همین ترتیبی که گفتم و ناگهان یک زن وارد آسانسور میشه که شما رو به طبقه همکف میبره و از اونجا وارد دنیای موازی خواهید شد، مثل چالش F74. یک چالش ترسناک دیگه هم هست که ما خودمون هم داشتیم و از قدیم بهمون گفتن شبها توی آینه نگاه نکن. علتش همین چالشی هستش که الان براتون توضیح میدم. چالش ترسناک آینه به این صورت هست که شما ساعت 3 نصف شب به بعد روبروی آینه میستید و 10 دقیقه روبروی آینه یک سری حرکات، شکلک و صحبت‌هایی با آینه انجام بدید. بعد از 10 دقیقه ارواحی که کنار اون آینه هستن اون حرکات شما رو تقلید و یادگیری میکنن و همونها رو براتون انجام میدن. این باعث میشه شما از ترس دیوانه بشین، چون اونها شما رو ول نخواهند کرد. تنها راهی که وجود داره که اونها رو از سر راه بردارید و اونها رو فراموش کنید شکستن تمام آینه هایی هستش که شما خودتون رو توی اون نگاه کردید. تمام این اتفاقات باید 3 نصف شب اتفاق بیفته. پیشنهاد شده این کار رو هم به هیچ وجه شروع نکنید. اگر ویدیو دوست داشتین لطفاً لایک کنید و برای دیگران ارسال کنید تا مخاطبای بیشتری بتونن با این چالش ها آشنا بشن.